منصب بلندترین دولتی مقام پرزیدنت تاجیکستان سال 1990 به وجود آمد. بعد لغو بند ششم کنستیتوسیون اتحاد شوروی و محروم شدن حزب کمونیستی از حق مطلق رهبری، کشور شوراها به نظام بسیار حزبی گذشت. در نظام نو با کاتبان اولی حزب کمونیست در جمهوری‌های شوروی که عملاً کشورشان را اداره می‌کردند ضرور بود مقامی بسازند که حق قانونی اداره دولت را به آنها بدهد. برای همین در آن زمان منصب پرزیدنت را تأسیس دادند. پرزیدنت اولین تاجیکستان شوروی همانگونه که برنامه‌ریزی کردند قهار محکموف کاتب اولی کمیته مرکزی حزب کمونیستی شد. شورای عالی او را 30 نوامبر سال 1990 انتخاب کرد. تا این روز 5 سال مسئولیت رهبری کشور را بر عهده داشت. عضو وفادار حزب که با دستور مسکو کار میکرد نتوانست با وضعیت با سرعت تغییر یابنده سیاسی مطابق شود. محکموف ماه اوگوست سال 1991 از تبدلات نافرجام در شوروی طرفداری کرد و با همین به کریر سیاسیش پایان داد. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان 31 اوگوست سال 1991 در جلسه شورای عالی زیر فشار اعتراضگران و همصفان حزبیش استعفا داد. به جای او قدرالدین اصلانوف رئیس شورای عالی رئیس جمهوری موقت تعیین شد. واقعا در عهد او 9 سپتامبر تاجیکستان خود را کشوری مستقل اعلان کرد. دومین ولی نخستین رئیس جمهوری منتخب مردمی رحمان نبیف شد و به نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان مستقل هم تبدیل یافت. تا انتخابش به این مقام عالی در ماه دکمبر سال 1991 این سیاستمدار تجربه زیادی کار حزبی و اداری را داشت. رحمان نبیف را هنوز سال 1982 کاتب اولی حزب کمونیستی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده بودند. ماه دکمبر سال 1985 نبیف در زمان معرکه گرباچوف بر ضد شرابخواری از مقامش برکنار شد. بعد 5 سال رحمان نبیف با یک حرکت غیر انتظار به صحنه سیاسی برگشت. سال 1990 وکیل شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد و 23 سپتامبر سال 1990 با کمک همصفان کمونیستش رئیس شورا قدرالدین اصلانوف را از مقامش کنار زد و جای او را گرفت. در آن زمان وکیلان کمونیست اصلانوف را به معنی فعالیت حزب کمونیست و چپه کردن مجسمه لنین در مرکز شهر دوشنبه متهم می‌کردند. در نتیجه اعتراضهای 2 هفته‌ای نبیف از وظیفه‌اش موقتاً دست کشید و داوطلب کرسی رئیس جمهور شد. در انتخابات روز 24 نوامبر سال 1991 پیروز آمد و چند بعد ضدیت سخت بین او و نیروهای مخالفین آغاز یافت. این ضدیت پس از 6 ماه به جنگ مسلحانه بین طرفداران حکومت و مخالفان عبارت از دموکرات‌ها و اسلامگرایان پیچید. 7 سپتامبر سال 1992 رحمان نبیف زیر میل اتهامات‌های مخالفان مسلح عریضه استعفا نوشت. به جای او رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندروف اجرا کننده صلاحیت‌های رئیس جمهور شد. کریر پرزیدنت رهبری کنونی تاجیکستان 6 نوامبر سال 1992 آغاز یافته است. در آن زمان رئیس نچندان شناخته ولایت کولاب برخلاف چشمداشت سیاستمداران معروف رئیس شورای عالی شد. امام علی رحمانی 40 ساله بعداً آنگونه که معلوم شد به شرافت روسیه و ازبکستان قدرت را به دست آورد. دو کشور در مبارزه های سیاسی داخلی در تاجیکستان به فرانت خلقی گروهی مسلح طرفداران کمونیست ها کمک میکرد. اعضای فرانت خلقی اساساً سادگان ولایت کولاب بودند. از روز 7 سپتامبر سال 1992 کرسی رئیس جمهور خالی بود و از این سبب شورای عالی منصب پرزیدنت را از بین برداشت و تمام صلاحیت های پرزیدنت را به امام علی رحمان داد. ماه نوامبر سال 1994 زمان اوج جنگ داخلی در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار کردند و کنستیتوسیون نو قبول شد. با وجود تحریم از طرف مخالفان و شرکت نداشتن 3/1 اهالی در رای دهی انتخابات را برگزار شده و امام علی رحمان را رئیس جمهور اعلان کردند. تاجیکستان به نظام پرزیدنتی برگشت و این دفعه با امام علی رحمان. Конституция из бывших республик принята в таком сложнейшем обстановке референдумом. Это самые демократичные выборы. 10 سالهای بعدی رئیس جمهوری کنونی 3 دفعه دیگر به این مقام پیشنهاد شد.
او را هر دفعه با کسب رأی زیاد پیروز اعلام کردند. بر طبق کنستیتوسیای سال 1994 امام علی رحمان حق نداشت بیش از 2 بار رئیس جمهور باشد. برای رفع این مانع جهت ماندن در مقامش رحمان 3 دفعه قانون اساسی کشور را اصلاح کرد. اصلاح اول در سال 1999 به پرزیدنت حق داد 7 سال و 1 بار رئیس جمهور باشد. بعد اصلاح دوم در سال 2003 امام علی رحمان حق پیدا کرد 2 دوره دیگری 7 ساله رئیس جمهور شود. بعد اصلاح کنستیتوسیا در سال 2016 امام علی رحمان را پیشوای ملت اعلان کردند و به او حق دادند چند دفعه که خواهد پرزیدنت انتخاب شود.